20대인데요. 원래 96년생이거든요. 자고 일어나면 이렇게 바뀌어요. 해가 뜨고 질 때마다 막 바뀌어요. 아예 딴 사람처럼. سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال دنیای کی دراما، جایی که میتونید توی اون با کلی سریال جدید که قراره به زودی پخش بشن آشنا بشید. مثل ویدیوی امروز که قراره سریالی رو به اسم خانم شب و روز با حضور جونگ اون جی و جوی جین هیوک رو معرفی کنم که قراره به زودی از شبکه JTBC کره جنوبی پخش بشه. اگه دوست دارید با این سریال آشنا بشید حتما تا آخر این ویدیو همراه هم باشید. این سریال که کارگردان اون لی هیونگ مین هستش و نویسندگی اون رو هم پارک جی ها بر عهده داره. تو ژانر کمدی، عاشقانه، درام و فانتزی قرار داره. داستان سریال درباره زنی مجرد و جوان به اسم لی می جین هستش که سالهاست برای پیدا کردن شغل تمام تلاش خودش رو میکنه ولی هنوز به نتیجه نرسیده. یه روز که از خواب بیدار میشه خودش رو تو بدن یه زن 50 ساله میبینه و وقتی که دوباره شب میشه بدنش دوباره به حالت قبل برمیگرده. اما نکته جالب این قضیه اونجاست که درسته توی بدن یه فردی با سن بالاست ولی از نظر توان بدنی همون توانایی جوان بودنشو داره. اون که این مسئله رو تجربه کرده از این فرصت استفاده میکنه و سعی میکنه با استفاده از این موقعیت یه شغلی رو پیدا کنه. راستی نقش این زن رو توی حالت جوونی جونگ اون جی بازی میکنه و نقش اون رو تو 50 سالگی که اسمش لیمسون هستش رو لی جونگ یون بر عهده داره. اما این سریال کی پخش میشه؟ این سریال قراره توی 15 ژوئن که میشه 26 خرداد از شبکه JTBC کره جنوبی پخش میشه. البته هرچند خودتونم میدونید ولی بازم میگم که این تاریخ پخش مربوط به پخش اون توی شبکه مرنظره و نه اینجا. سریالی مجموعه 16 قسمتی که قراره توی روزهای شنبه و یک شنبه هر هفته به جای سریال خانواده استثنایی که قبلا اون رو توی کانال معرفی کردم و لینکش این بالا میاد پخش بشه. ممنون میشم اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید و دوست داشتید حتما لایکش کنید که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و اینجوری از چنل خودتون هم حمایت کنید. تو بخش بعدی میریم سراغ معرفی بازیگرا و نقشاشون. 걱정하지 마세요. 어려운 사건은 임순이. 아니 저 그거 못하는데. 아줌마 뭐예요? 네가 장천이면 난 우리 동네 장이수야. 달콤한 순간은 미진이. 자기야. 그녀의 이중 생활과 미스테리한 사건들의 대표. از بازیگر سریال میشه به لی جونگ یون اشاره کرد که نقش لیمسون رو بر عهده داره. جونگ یون جی که نقش لی می جین رو بازی میکنه. چوی جین هیو که نقش جی جی وونگ رو بر عهده داره که البته اگر اسمش رو درست گفته باشم. یونگ بیونگ هی که نقش جونگ بیونگ دوک رو بر عهده داره. جونگ یانگ جو که نقش لیم چونگ رو بر عهده داره و بک سونگ هو که نقش گوون رو بر عهده داره. راستی اگه دوست دارید ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید حتما کانال رو ساب کنید و زنگولش رو روی آل بذارید که نوتیفیکیشن ویدیوهای بعدی براتون بیاد. حتما یه کامنت انگلیسی معنی دارم بذارید که سابتون نپره. حالا بریم سراغ آخرین بخش که یه جنبندی کلی راجع به سریاله. 기적이라면 보통 시간이 멈추거나 뒤로 가거나 점프를 해야지. 왜 반대로 갔어? 이대로 합격 한번 못 해보고 접을 순 없다. 혹시 다른 언어도? DR. راجب کامنت کاربرا میشه گفت در وهله اول بازیگر سریال خیلی باعث جذب مخاطبا برای دیدن اون بوده و در درجه دوم داستان سریال و تم کمدی اون هستش. ولی در کل هرچند برای خود من داستانش خیلی جالب نبود و حس تکراری بودن رو بهم میداد ولی نقطه مقابل اون تریلرهایی بود که برای این سریال ساخته شده که واقعا آدم رو به شدت ترغیب به دیدنش میکنه و واقعا دوست دارم ببینمش و میتونم بگم که کمدی و طنزی که تو این سریال دیدم یعنی تو تریلرش منظورمه خیلی برام جالب بود و دوست دارم ببینمش. راستی اگه دوست دارید اون تریلرها رو بدون ادیت ببینید میتونید برید توی کانال تلگرام که اونجا براتون میذارمش. البته این رو هم بگم که اونجا خبرای بروسری در مورد فیلم ها و سریال های کره میذارم پس حتما جوین اونجا هم بشید. هرچند که میدونم این سریال به احتمال زیاد بخواد در آخر ژانر عاشقانه زیاد بشه و تم کمدی اون کم ولی خب اگه سریال خوب پیش بره و اون حس کش اومدن داستان رو نداشته باشه بازم با این مسئله مشکل
مشکلی ندارم. راستی نظر شما درباره این سریال چیه و به نظرتون ارزش دیدن رو داره یا نه؟ حتما نظرتون رو در مورد این سریال توی کامنت ها بهم بگید و اگه پیشنهادی برای ویدیوهای بعدی دارید حتما برام بنویسید، چون پیشنهاداتون اگه برام مقدور باشه در اسرع وقت انجام میشه. در آخر لایک ویدیو، سابسکرایب کانال یادتون نره. اینجا هم ویدیوی معرفی سریال خانواده استثنایی رو براتون میذارم که اگه دوست داشتید اون رو به عنوان ویدیو بعدی ببینید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.